سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 5 январ و نخست نگاهی کوتاه به گزارش‌های اصلی برنامه. آغاز تقدیم کمک پولی وعدگی به ساکنان تاجیکستان. برخی برای دریافت این کمک سرگردانند. برخی دیگر میگویند الکی گرفتند. من خودم اومده بانکمات استیمات کرده بوده برای اویلم یک داروی برای درکوریش خریدم و دادم. دورنمایی روابط ایالات متحده آمریکا با چین در سال 2023 بعد تنش‌های یک سال پیش. و تقدیم اشتر به جای چراغ به چاوانداز غالب. نخستین سبقت بزکشی امسال در ناحیه شمس‌الدین شاهین دایر شد. با آمدن سال نو مراسم بزکشی ها آغاز گردیده تا عرفه نوروز چنین بزکشی ها ادامه میکند. اما برنامه را از ارزیابی تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان آغاز میکنیم. شام 5 январ سامانه پرزیدنت فرمانهای برکناری و به وظیفه‌های نو تعیین شدن منصبداران را نشر کرد. طبق آن رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده از وظیفه برکنار شده است. دولتعلی سعید که تا این زمان معاون اول سروزیر بود، اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت ختلان تعیین شده است. همکارم مولا رجب یوسفی تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان را پیگیری داشت. حالا تفصیلات را از او میشنویم. روز 5 январ در حکومت تاجیکستان چند تغییرات کادری صورت گرفت. از جمله شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی از مقامش برکنار گردید. امانزاده 45 ساله از سال 2020 به این طرف در این مقام کار میکرد و هنوز وظیفه نوش معلوم نیست. به جای شیرین امانزاده اکنون وزارت مهنت و مهاجرت را گلنار حسنزاده رهبری خواهد کرد. روز 5 январ در این نهاد گفتند حسنزاده به عنوان وزیر نو مهنت، مهاجرت و شغل اهالی معرفی شده است. گلنار حسنزاده تا این دم رئیس آژانس آماری نزد پرزیدنت بود. بر اساس تغییرات دیگر جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار تعیین شده است. نور محمدزاده سال 2020 از مقام رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شده بود و تا این دم در حکومت تاجیکستان وظیفه نداشت. با گفته منابع رادیوی آزادی، دولتعلی سعید که 10 سال اخیر معاون اول سروزیر بود، اکنون رئیس ولایت ختلان تعیین شده است. قربان حکیمزاده که تا امروز رئیس ولایت ختلان بود، اکنون وزیر کشاورزی تاجیکستان می باشد. طبق اطلاع دریافتی در حکومت تاجیکستان تغییرات‌های دیگری کادری هم انجام شدند که در نظر است بگاهی 5 январ اعلان شوند. عادتاً در ماه январ در حکومت تاجیکستان تغییرات‌های کادری انجام می‌شوند. مخالفان این تغییرات‌ها را تنقید کرده می‌گویند آن بیشتر از جای واسکنی کادرهای کهنه عبارت است، ولی مقامات همیشه تاکید کردند که شخصان جوان و با استعداد را به وظیفه‌ها تعیین می‌کنند. مولا رجب یوسفی برای یوسفی آزادی دوشنبه. همچنین با فرمان پرزیدنت تاجیکستان وزیر کشاورزی سعدی کریمزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از مقام برکنار شده است. با دستور و امرهای دیگری رئیس جمهور معاونان آژانس آمار، وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان عوض شدند. خبر و معلومات‌های دیگر عاید به تغییرات کادری را می‌توانید در سامانه آزادی بخوانید. در تاجیکستان دادن کمک پولی یک دفعینه به خانواده‌های نیازمند و یتیمان و معیوبان شروع شده است. در این باره پرزیدنت کشور در پیام سالانه‌اش دستور داده بود. این خبر صدها خانواده کمبیزاعت را امیدوار کرد. برخی الکی کمک پولی را دسترس کرده و گروهی دیگر میگویند با امید دریافت این پول در به در مقامات سرگردانند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این باره با ساکنان و مسئولین صحبت کردند. این پیرمرد یک هفته باز برای دریافت 600 سومونی کمک یک دفعینه‌ای که برای خانواده‌های کمبیزاعت پیش بینی شده است سرگردان است. معیوبی گروه دوم است. سند کمبیزاعتی هم دارد. بعد یه روز دیگه رفتم اکو دیگه نیا گفت هم کمبیزاعت شده هم این ول داده 600 دولت میتگفت خب مال بخواستم اومد میخواد که بود میخرم چی میجا اومده رفتن دین رفت چی ده اومد بانک رفتم نیست میگه کارت هیچی نیست خولیه. 2 هفته پیش رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به هر دو پالاتای پارلمانی کشور گفته بود که تا آخر سال 2022 به 475,000 نفر احتیاجمند از قبیل کودکان یتیم و بی‌سرابان، معیوبان، اویله‌های کمبیزاعت و گیرندگان نفقه اجتماعی کمک مالیوی یک وقته در حجم 600 سومانی پرداخت گردد.
خانواده‌های هم هستند که این کمک را دریافت کردند. روزی نمیدونم سیوم یا دوم بود گذشت، من خودم اومده ای بانکمت استیمت کرده بوده برای امین اویلم یک داروی برای درکاریش خریدم و دادم 700 تومان 600 تومان بود و با مثال پنسیای خود گذشتگی بود 700 تومان یک جایی گرفته برای امون استفاده بودم. معاش خودم که میگیرم 1200 تومان، این برای همین 700 تومان اجاره پولی میتونم موندگیش هم مثل برای روزگار مثل یک روغن یک ارده کرچکه صرف میکنم با موندگیش یکم سومونه مثل با اویلم یاردم میکنم. در آژانسی دولتی حفظ اجتماعی گفتند حالا تقسیم کمک‌های یک دفعه‌انه به خانواده‌های کم‌بضاعت ادامه دارد. اون قشر آسیب پذیری که گفته گذاشتیم، چی معیوبان، چی اویله‌های کم‌بضاعت، چی گریزه‌های کم‌بضاعت خبردار هستند، چون که در مدتی کوتاه الکی در همین مهلتی اگر گوییم 5-6 روزی کاری الکی اویله‌های کم‌بضاعت در سطح جمهوری یعنی 68 شهر و ناحیه در سطح جمهوری الکی روی خط نام به نام اویله‌های کم‌بضاعت به امانت بانک پیشنهاد گردیده است. امانت بانک بر صورت حساب سردار اویله کم‌بضاعت مبلغ کمک یک وقته را در حجم 600 تومان انتقال داده است. وضع زندگی این زن تنها با 3 فرزندش سنگین است. میگوید سندی کم‌بضاعتی دارد ولی مقامات به او گفتند اسمش حالا در روی خط کم‌بضاعتان نیست. راستی نمیرسون فرزندم خطی کار میکن پول میشون با همون روز چون عبور دستم اویلی کم 700 راستی خیلی نمیرسون. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 220,000 خانواده کم‌بضاعت رسما به قید گرفته شده است. هرچند سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی شماره کم‌بضاعتان را در کشور از این بیشتر ارزیابی کرده است. در گذشته مقامات تاجیکستان را برای تقسیم نادرست یا خشت‌وتباربازی در جریان ارائه کمک‌ها بارها تنقید کردند. هرچند مسئولان میگویند تقسیم همه گونه کمک‌ها به مردم زیر نظارت است. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. شماری از کشورهای غربی با اشاره به افزایش گرفتاران کووید دستور دادند که مسافران از چین در فرودگاه‌ها تفتیش شوند. چین از این محدودیت خوشحال نیست. در همین حال دورنمای روابط دو کشور بزرگ عالم امریکا و چین مورد توجه قرار گرفته است. 1 ینور کاتب دولتی امریکا انتونی بلینکن گفت با کوین گانگ وزیر آینده امور خارجه چین ملاقات و روابط دو کشور را بررسی کردند. مقامات چین هم گفتند جانبدار بهبود روابط هستند. همکارمان خیرامان بقازاده میگوید در سال گذشته در روابط دو کشور تنش جای داشت. در اولین دیدار روبرویشان از زمان سرکار آمدن جو بایدن، پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و چین برای برقرار شدن رابطه‌های خراب شده بین دو کشور آمادگی آشکار نشان دادند. یک نتیجه این گفتگوها سفر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن به چین می باشد. در رابطه با چین به نظر من مهمترین نتیجه گفتگو این است که پرزیدنت بایدن و پرزیدنت جین پینگ در مسئله ضرورت باز بودن و هم تقویت تماس‌های دو کشور هم فکرند. اگر ما در فکر مدیریت با مسئولیت روابط دو کشور به خاطر به نزاع نبردن رقابت موجوده باشیم، پس این اقدام ضروری است. در پی سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان به تایوان در ماه اوگوست، چین همه مکالمه‌های محیط زیستی و نظامی را با آمریکا باز داشت. گذشته از این، پکین که دعوا دارد این قلمرو خودگردان دموکراتی بخشی از چین است، نیروهایش را در این منطقه افزایش داد. بعد این دو کشور در جلسه مصر سر مسائل محیط زیست مکالمه را از سر گرفتند و جان کری فرستاده ویژه آمریکا از آن ستایش کرد. بسیار صمیمی، دوستانه، مثبت و خیلی سازنده. چنین است نظر من درباره مکالمه‌های آمریکا و چین. ولی تحلیلگران هشدار می‌دهند که موضوعهای مثل تجارت، فناوری‌ها، حقوق انسان، تایوان و بحر چین جنوبی می‌توانند باعث ایجاد رقابت و اختلاف شوند. ما می‌بینیم که هر دو کشور در پی تقویت قدرت نظامیشان از جمله در اقیانوس آرام هستند.
ایالات متحده آمریکا توجهش را به آن روانه کرده است. چین ارتش واکنشی سریع بحری می‌سازد که توانی انجام ضربه‌های دورپرواز را داشته باشد و از سلاح‌های اتمی استفاده کند و توانی حرکت در این خط را داشته باشد. به فکر من تلاش سبقت میان دو کشور ناگزیر است. در کامپوچیا وزیران دفاع ایالات متحده آمریکا و چین ضرورت سرعت بخشیدن مکالمه‌های اضطراری را بررسی کردند، در حالی که واشنگتن به تکرار میگوید که نظامیان چینی از رفتار تا رفت خطرناکشان در منطقه دست نمیکشند. برمیگردیم به تاجیکستان. اولین سبقت بوزکشی در سال روان در ناحیه شمس‌الدین شاهین برگزار شد. این سبقت هر سال از ماه ینور آغاز یافته تا نوروز ادامه می‌کند. چواندازها که در گذشته‌ها برای به دست آوردن جایزه‌های خاکسارانه از جمله چراغ هم بوزکشی می‌کردند، حالا در صورت پیروز شدن صاحب ماشین و اشتر می‌شوند. در بوزکشی امساله اشتر به کی تقدیم شد؟ پاسخ در گزارش محمود جان رحمتزاده است که به تماشای بوزکشی رفته بود. میدان بوزکشی در ناحیه شمس‌الدین شاهین چواندازهای زیادی را به هم آورده است. راوی اعلان دارد اسب شاهرخ خالنظرов از ازبکستان صاحب جایزه شده است. برای تماشای بوزکشی ساکنان تمام مناطق تاجیکستان جمع آمدند. دولت حسنов سابقه بوزکشی دارد. از ناحیه مومن‌آباد تا این میدان آمده است. الان تنها به چواندازهای بهترین مخلصی میکند. چواندازها ای ازبکستان هم اومدگیان تو حاضر پرسیدم همینجا قریب 10 تا اسب ای سرخندریا حضور دارن در همین معرکه ما. جایزه های این بوزکشی از ماشین آپل سر کرده تا اشتر است. هر چوانداز تلاش میکند صاحب اشتر یا ماشین شود. این اشتر الکی صاحبش را یافته است و باید از میدان برده شود. چواندازهای سابقه‌دار میگویند که در گذشته آنها برای یک چراغ بوز میکشیدند. آدینه قادیروف 84 سال دارد و تا سال گذشته بوز کشیده است. حالا جای او را دو پسرش گرفته است. او میگوید که اگر به تگ پایش اسب باید حتما به دوره بوز میدراید. این بدوی پیش گفتی اسب یکم کم بدیم که مردم کم با یک مولک با یک گورچو با یک گورچو یک صابون خطی اسب میدووندیم تو اینا همین امروزه خیلی نوازی قولیم بروماست بیشتر بروماست سوم بروماست هم میره ما شکرونه میکنیم ماشین بروماست. هر سال از ماه ینور سر کرده تا نوروز در تاجیکستان مراسم بوزکشی دایر می شود. این مراسم در ناحیه‌های گوناگون به هر نوعی می‌گذرد. بیشتری بوزکشی را صاحبکاران برگزار می‌کنند. این نخستین بوزکشی در ناحیه شمس‌الدین شاهین و ولایت ختلان در سال 2023 به حساب می‌رود. همه ساله با آمدن سال نو مراسم بوزکشی‌ها آغاز گردیده تا عرفه نوروز چنین بوزکشی‌ها ادامه می‌کند. بوزکشی یک نوع از ورزش به حساب می‌رود. بازی در اکثر مناطق‌های تاجیکستان معمول است. آن در کشور هواداران زیاد دارد. در میان مردم همچون یک ورزشی فرهنگی معروف است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. کمیته امنیتی ملی قزاقستان خبر داده است که 18 عضو یک گروه جنایی را در شهر بیکنور بازداشت کرده است. طبق اطلاع کمیته در عملیات بازداشت مامورین خدمات فدرالی امنیت و وزارت امور داخلی روسیه شرکت کردند. کمیته افزوده است بازداشت‌ها همزمان در شهرهای استانا، قیزیلورده و کنایف صورت گرفتند. گمانبران در آدمربایی، طمع‌جویی، حمله‌های مسلحانه و دزدی عیبدار می‌شوند. برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از همراهی و خبرهای نو با عکس و ویدیوهای دیگر را در سامانه و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام و تیک توک و ادنکلاسنیکی پیدا و تماشا و مطالعه کنید. تا ملاقات در برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.